سلام عصر همگی بخیر. خوشحال هستم که کانال یوتیوب کانال گولد اند کریپتو سیگنال بی رو دنبال میکنید. میخوایم تحلیل طلا رو داشته باشیم. من تایم فریم هفتگی شروع میکنم، به تایم های پایینتر برسیم برای فردا 26 می 2025 روز دوشنبه. میریم که یه تحلیل جذابی رو داشته باشیم. نکته ای که هستش، خب به چشم و مشهود مشخصه که تو تایم فریم هفتگی ما موفق شدیم که این محدوده رو حفظ کنیم. یعنی تو این محدوده یه بیسازی کوچیکی رو داشتیم و نسبت به کلوز این کندل تونستیم بالاترش رو ببندیم. همینطور هم به ناحیه های دیگه حرکت زیباییه، میتونه که ادامه روند بده. براش میتونیم نواحی مشخص کنیم به عنوان ناحیه های اوردر بلاکی خیلی مهم که خب به طب اینجا خواهد بود که اولین برخورد به این محدوده باعث حرکت جهشی طلا به سمت بالا شده و ناحیه حمایتی مد نظری هم که ما داریم اینجا تونسته شکل بده که به این محدوده یه ریاکشن خوبی رو نشون داده. اینجا خب پس میریم تو تایم فریم روزانه. نیازی هم به رسم ترید لاین نیست دیگه، چون اصلا کاملا مشخصه، ولی خب مثل همیشه این کار رو انجام خواهیم داد. یعنی خب میبینیم که به این محدوده قیمتی ریاکشن خودش رو داده، ناحیه حمایتی بوده، به عنوان ترید لاین بهش خوب عمل کرده. تو تایم فریم روزانه هم مورد بررسی قرارش بدیم. اما تو تایم فریم روزانه ادامهش رو بخوایم بگیریم، میبینیم که به این محدوده ما موفق شدیم که به یه ریاکشن جذابی رو داشته باشیم. اینجا خیلی زیبا، قشنگ، تمیز. ولی تو تایم فریم روزانه ما هنوز یه ناحیه مقاومتی در پیش روی خودمون داریم. توجه داشته باشیم این محدوده قیمتی 3369 تا 3499 رو به عنوان یه ناحیه مقاومتی پیش روی خودمون داریم و همینطور هم این محدوده رو خواهیم داشت که به عنوان یه ناحیه حمایتی میتونه برای ما عمل کنه. 32 37 و 31 48 یه محدوده مهمی برای برگشت و ریجکت های طلا خواهد بود. این احتمالش براش خیلی زیاد هست. تو 4 ساعت مورد بررسی قرار بدیم. توی 4 ساعته اما میتونیم براش به این شکل ترید رو داشته باشیم که میبینیم کامل زیر این ترید لاین هستیم، درست زیر ناحیه مقاومتی. موفق به شکست این اتفاق بشه، یعنی بشکندش، میتونه نفوذ جذابی رو به سمت بالا به ما بده. نکته بعدی هم این هستش که ما باز هم به این محدوده قیمتی به اینجا ریاکشن داشتیم و همینطور هم به اینجا. ببینید شکست اتفاق افتاده، نزدیک شده بوده به ناحیه مقاومتی، برگشت داده، اینجا حمایت شده رو کفی که سقفی که شکسته بوده به سمت بالا حرکت کرده، پول بکش رو دقیقا به همون سقف داده و استارت قوی رو به سمت بالا زده. و اگر هم بخوایم بهینش کنیم تو تایم های پایین تر هم نگاهش بکنیم، توی تایم پایین ما مقاومت های دیگه هم خواهیم داشت. این محدود است. تو تایم فریم یک ساعته 3402 تا 3414 ناحیه مقاومتی برای طلا خواهد بود که در صورتی که اینجا شکسته بشه نفوذ به این محدوده مقاومتی بکنه. توی تایم فریم یک ساعته اینجا خودش مقاومت موقت داره. و نکته بعدی باز هم میتونیم برای تاییدیه داشتن به این شکل میبینیم که طبق توضیحات و آنالیزی که تو تایم بالاتر داشتم، میتونیم هم این محدوده قیمتی رو به عنوان یه ساپورت توی تایم فریم یک ساعته مد نظر داشته باشیم. اینجا پس دقیقا اینجا این محدوده خودش برای ما یه دونه
ناحیه اوردر بلاکی درست کردی تایم فریم 1 ساعته، پس میتونه به اینجا و همینجور این تراد لاین یه ریاکشنی رو داشته باشه. توی 15 دقیقه بررسی کنیم. توی 15 دقیقه ما یه حرکت زیبایی رو داریم میبینیم. اجازه بدیم من اینو بهتر رسم کنم. خب به این شکل هستش. ببینید دوستان، ما یه تریدلاین داریم، یه شکستی اتفاق افتاده تو تایم فریم 15 دقیقه، این ناحیه رو تقریبا روشه، هنوز از دست نداده، ولی این قوسی که داریم میبینیم داره به ما نشون میده که میتونه یه برگشتی رو سمت پایین به ما حتی بده، که این محدوده اوردر بریکی که مشخص کردم ناحیه مهمی براش خواهد بود توی تایم فریم 5 دقیقه. اما میبینیم که به همین شکلی که تو یک روب هست محدوده رو برای ما داره و میتونه که توی تایم فریم پایین و اینج، یعنی 33.47 تا 33.51، اینجا هم میتونیم ما محدوده رو به عنوان یه جوری ساپورت، یه برگشت به این محدوده پول بک زدن داشته باشیم. توی 1 دقیقه هم ببینیم، توی 1 دقیقه که کامل شکست اتفاق افتاده، برگشت ها رو زده، به سمت پایین داره حرکتش رو ادامه میده، داره به این محدوده قیمتی ریاکشن میده 33.55. ولی اگه اینا رو از دست بده دیگه به سمت پایین و تارگت هایی که مشخص کردم میتونه بیاد و به سمت بالا باید دیگه دوباره ترید لاین شکسته بشه. این محدوده قیمتی 33.61 باید شکسته بشه تا به سمت بالا به این محدوده قیمتی دوباره نفوذ داشته باشیم 33.65. امیدوارم که موفق، پیروز، سربلند.